خب دوستان عزیز، نحوه دریافت کمیسیون ها به این صورتی که اگه در کشور ترکیه ساکن هستید، خب یه حساب بانکی مسترکارت یا ویزا کارت برای خودتون افتتاح میکنید و شرکت هر هفته با توجه به تعادلی که زدید کمیسیونتون رو به حسابتون واریز میکنه و 20% مالیات از شما میگیره و به نام شما به دولت پرداخت میکنه. اگه در یک کشوری هستین که مسترکارت و ویزا کارت اونجا فعالیت ندارن، کار ساده تری هست. میتونید از طریق صرافی هایی که سایت دارن، سایت های صرافی هایی که پول مجازی مثل بیت کوین ارزم بزرگ شما میفروشن، اونجا برای خودتون حساب باز کنید و در قدم بعد دوستان عزیز آدرس کیف پولی که تو اون سایت هست رو به من بفرستید و کمیسیونتون رو تبدیل به ای کارت کنید. ای کارت، خب بعضی از دوستان شاید ندونن که ای کارت چی هست. ای کارت در حقیقت یک سری کد و رمز هست که شما میتونید کمیسیونی که در حساب کیونتتون خوابیده رو تبدیل به کد و پین کد کنید و همون کد و پین کد رو به من بفرستید و من در کشورهایی که دوستان عزیز کارت اعتباری مسترکارت و ویزا کارت نیست، برای خرید تیمم اونها رو استفاده میکنم و در قبالش به شما پول مجازی میفرستم به همون آدرس کیف پولتون و شما هم میتونید اون پول مجازی رو تبدیل به پول رایج کشور خودتون کنید و به حساب بانکیتون واریز کنید و یا میتونید در کیف پولتون نگه دارید، چون خب میدونید که هر روز قیمت دلار داره میره بالاتر، بنابراین ارزش پول شما هم هیچ موقع پایین نخواهد افتاد دوستان عزیز.